با نزدیک آمدن سال نو، مقامات در شهر و نواحی مختلف روسیه تصمیمشان را درباره بالا بردن نرخ پتنت برای فعالیت مهاجران در این کشور اعلام کردند. همین طور مسئولین در ولایت نوسیبیرسک گفتند قیمت اجازتنامه کار را 11% بالا میبرند. از سال 2026 نرخ پتنت در این ولایت 10860 روبل را تشکیل خواهد داد که نسبت به سال جاری 2954 روبل بیشتر می باشد. مقامات این ولایت گفتند از 58000 مهاجر کاری در نوسیبیرسک 37% تاجیکانند. مبلغ هر ماه برای اجازت کار در سنت پترزبورگ نیز از 1 ینور از 6000 روبل فعلی به 8000 روبل خواهد رسید. این افزایش هم به سنت پترزبورگ و هم به ولایت لنینگراد داخل دارد، زیرا مقامات ولایت تصمیم مشترک گرفتند. در ولایت ایرکوتسک مهاجران برای پتنت به جای 10900 روبل باید 12231 روبل پرداخت کنند. امروز قانونگذاران در کامچاتکا اعلام کردند که قیمت پتنت از 9027 روبل به 13776 روبل بالا برده می شود. همین گونه در ولایت سوردلوفسک قرار شد که برای مهاجران از سال نو پتنت با ارزش 9500 روبل پیشنهاد گردد. حالا نرخ 7500 روبل است. اکثریت مهاجران تاجیک در روسیه طریق پتنت فعالیت دارند و پیوسته از نرخ بلند آن شکایت می کنند. بدون پتنت در روسیه کار کردن منع می باشد و مسئول صدها مهاجر را با همین دلیل اخراج می کنند. ماه گذشته پرزیدنت روسیه در ملاقاتش با سران حزب‌های دومای دولتی مسئله لغو پتنت و طریق سهمیه ها به روسیه آوردن مهاجران را بررسی کرده بود.